آماری به اندازه زیاد فرق کننده کووید 19 در تاجیکستان، معلومات رسمی، رویخط غیر رسمی در اینترنت و پیام و ویدیوهای کاربران پرسش را می‌آورد که کدام درست‌تر است. برای دریافت پاسخ، رادیوی آزادی روز 3 ایون به وزارت تندرستی تاجیکستان درخواست فرستاد ولی تا حال پاسخ نگرفته است. فرق زیاد قریب 10 برابری دو معلومات و نامه‌های بیشمار درباره سرایت و مرگومیر آدمان زمینه پژوهش شدند که بیش از 1 ماه از جانب گروه کلان کارمندان رادیوی آزادی ادامه یافت. هر پرچه معلومات رسیده در صحبت با نزدیکان، پزشکان، خادمان دولتی و جمعیتی، شاهدان و همچنین بر پایه حجت‌ها سنجیده شد. در نتیجه از 435 نام درباره 152 نفر معلومات باوری بخش گرد آورده شد. قسمی از پیوندان اشخاص فوتیده از صحبت خودداری کردند. نشر فهرست هدف دارد به درک درجه سرایت و تأثیر آن کمک کرده درباره موردهای سوال برانگیز معلومات دقیق گردآوری شود. نگاه کوتاه به آن نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان احتمالی کووید 19 در تاجیکستان کارمندان ساحه طب 72 نفر و معارف 67 نفر هستند. همچنین نام کارمندان نهادهای قدرتی و افرادی که عمدتاً با مردم زیاد سر و کار دارند کم نیست. شماره زنان در این رویخط 75 و مردان 360 کس را تشکیل داد. دقیق کردن تلفات از کووید 19 از آن لحاظ دشوار است که شماره خیلی کمی آنها از تست گذشته، در وجود اکثر آنها بیماری‌های دیگر تشخیص شدند و بیش از همه التهاب شش. چون این تشخیص در عهد پاندمی در کشورهای دیگر نیز افزوده، چندی از آنها از جمله روسیه اعلام داشتند که همه گرفتاران التهاب شش را کووید 19 خواهند شمرد. اول ماه می بانک ملی تاجیکستان گفت این بیماری در کشور در 4 ماه اول سال نظر به همین دوره سال گذشته 850 مورد بیشتر شده است. این هم در حالی که وزارت تندرستی تاجیکستان برعکس گفت در 3 ماه اول سال التهاب شش 169 مورد کمتر شده است. به اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان در 3 ماه اول سال روان، مرگومیر در کشور در مقایسه به همین دوره سال گذشته 19 حالت کمتر روی داده است و در 4 ماه اول سال به بیماری‌های سرایتی گرفتار شدن اهالی 24% کاهش یافته است. اگنتی در پاسخ به نامه رادیوی آزادی آمار 5 ماهه فوت را پیشنهاد نکرد و گفت طبق برنامه کارهای آماری که همه ساله با قرار حکومت تصدیق می شود، جمع آوری معلومات دموگرافی از جمله فوت هر 3 ماه عملی می گردد. کاربران محترم رادیوی آزادی، این مقاله را در شکل کامل و رویخط احتمالی فوتیدگان را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید.